پایین. بعد نیست من یک آماری رو هم اینجا بدم برای اینکه بدونن مردم عزیز. من 4 سال به 4 سال از سال 60 دولت ها رو عدد تورمشون از بانک مرکزی گرفتن. متوسط 4 سال تا دولت الان از سال 60 18.9% متوسط 4 سال بوده. بله یه سال بیشتر یه سال کمتر، متوسط 18.9. 4 سال دوم یعنی 63 تا 67 20%. اومدیم تا 72 17.6 72 تا 76 32.9. یه سال به 49.5 هم رسیدیم، یعنی متوسط یک سال 49.5% تورم. بعد دولت بعد اومد 17%، یه 4 سال 17%. 4 سال دوم دوره آقای خاتمی 14.5%. در این 4 سال اول این دولت 16.6%. ما برخلاف فشارهایی که اونها آوردن و تصور اونها در این 4 سال نه تنها دولت شکست نخورد، بلکه به لطف خدا و عنایت امام اصل و حمایت‌های مردم دستاوردهای چشمگیری به دست آمد. ما در جبهه‌های گوناگون دارای دستاوردهای بزرگی هستیم. بعضی اصرار دارن اینها رو بپوشونن با دروغ‌های بزرگ. هر عرصه‌ای رو که ما انتخاب بکنیم وضع ما تو این 4 سال بهتر از 4 سال‌های مشابه. همین عدد تورمی رو که اینقدر دارن اصرار میکنن و پافشاری میکنن، الان که 15% میگن 25%. متوسط تورم 4 ساله ما از 4 ساله اول همه دولت ها بالاتر است. دولت اول 22، دولت دوم 23.4، دولت سوم 17.5، ما 16.5. و الان هم با تدابیری که دولت به کار برده میدیم عدد تورم داریم میاد پایین، ضمن اینکه رشد اقتصادی ما در جای خودش هست.